جوان کشته ای، ستاره های شهر را شبانه کشته ای، چقدر از تبار ما ترانه کشته ای، قسم به داغ لال غرق خون کنم تو را، اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. ارتشی بزرگ بمبادی از شراره ها در شبانه های بی حضور، روشنای صبح چاره ما، هر گذر به نام یک شهید، هر یکان تو دست کار ما، کوچه کوچه های این وطن میشه پلنگ ماله ها، من از کدام شیرهای آریاییم به ترس از شرار قلب استواییم، کنون برای فتح قله ها هواییم، چه خوش دچار وحشت و جنون کنم تو را، اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را، اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را، اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را، اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. As the sun set on January 15th, 2026, the silence emanating from Iran's digital sphere marked the grim anniversary. Exactly 1 week of total internet blackout, 168 hours imposed by the authorities to plunge the nation into digital darkness. Despite the regime's attempt to sever the country from the outside world, information trickled out revealing defiance and draconian repression as the nation uprising entered its 19th day, spreading to no more than 200 cities across all 31 provinces. Hit-and-run clashes continued Thursday night in Tehran's Piruzi and Tehran Pars district. Rafsanjan, where regime buildings burned, Kermanshah, Khurramabad under tank deployment, Isfahan, Mashhad, and others with rebellious youth chanting anti-regime slogans and setting IRGC sites ablaze. The wish of Iranian people is loud, unmistakable, and clear. A future free from shadows of the past and present dictatorship. A future for the people of Iran, shaped by the people of Iran. Change, change, change. Regime change in Iran by the people of Iran. Change, change, change. Regime change in Iran by the people of Iran. Change, change, change. Regime change in Iran by the people of Iran. Change, change, change. Regime change in Iran by the people of Iran. Democracy, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. Democracy, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. Democracy, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. Democracy, yes. Mullahs, no. They are terrorists. They must go. No war, no appeasement. Regime
ارتشی بزرگ بمبادی از شراره ها در شبانه های بی حضور روشنای صبح چاره ها هر گذر به نام یک شهید هر یکان پر از ستاره ها کوچه کوچه های این وطن میشه پلنگواره ها من از کنام شیرهای آریاییم به ترس از شرار قلب استواییم کنون برای فتح قله ها هواییم چه خوش دچار وحشت و جنون کنم تو را اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده کرده ام که سرنگون کنم تو را ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را اراده بزن به مشت خشم آتشین بزن به نام ایران زمین بزن با شعله های کوکتل و با غرش تفنگ و جنگ و قلب‌های پردقین بزن به بیت عنکبوتشون بزن بزن به تار و پودشون بزن به شیر آخر بزن تو کوچه ها بمون تا روز قطعی سقوطشون بزن ببین که حال شهرها چطور زیر و رو شد ورق بزن کتاب و یک فصل نو شروع شد شکست بغض کوچه و شبیه رد شد گذشت رنج قبلن و زمان بعد شد به جای زخمهای ما جوون زد جوون به سمت بود خدا چه سنگ ها که شد روون فرار گله های بزدل سپاه و دیدی با ترس اون نگاه